اینجایی؟ آقا صبحتون بخیر. آقا ما امروز تصمیم گرفتیم که بریم دریا یه ورزشی کنیم و یه شنا بزنیم و بیایم. شما میای؟ ایول، پس پاشیم بریم. فصل شروع داشتم و امروز دیگه کارو در آوردیم. تصمیم گرفتم بیام و بریم دریا یه شنایی کنیم، البته قبلش یه ورزشی هم بزنیم و حال کنیم دیگه، بعدش هم یه شنا کنیم و از صبحمون استفاده کنیم حقیقتشو بخوایم. ولی داستان اینجوری بود که من قرار شد قبل از طلوع آفتاب برم که طلوع آفتاب اونجا براتون بگیرم، ولی انگار که رو ساعت‌ها اشتباه کردم و اصلا قرار نبود که الان هوا روشن باشه. برای همین اینکه گفتم اینجوری بودم که گفتم نگیرم خب یا برم همینو بگیرم دیگه اینجوری شد که بیخیال کمالگیری داری رو بذار کنار و یه استارت بزن، حالا هر چی شد. اگر این ما رو نکشه ماشین چه صبحی خدایی. هوا خیلی شرجیه بچه امروز، مثل روزهای دیگه و به شدت گرمه. حاج آقا رو میبینی و این زوج خوشبخت که در حال پیاده روی ان. بریم که اینجا بچه خیابونه، این فرودگاه بوشهره اگه درست بتونید ببینید، اینم معروف به خیابون فرودگاه. این خیابون خیلی شبش قشنگه و یکی از خیابون خیلی خوشگل بوشهره. تو شبش فوق العاده است. حالا اگه شد ویو شبش هم حالا چه با ماشین چه پیاده، اگه شد شاید پیاده گذاشتم که بتونید قشنگ زیباییشو ببینید، چون اینجا کلا چراغ میشه، این نخله همه نور داره و خیلی تصویر رویایی میشه. و همین دیگه، بریم تا برسیم به دریا. چقدر شرجیه، خیلی شرجیه امروز. خب آقا ما رسیدیم، ماشین رو اینجایی که میبینید گذاشتیم و اومدیم پارک صدف بوشهر. از چه سر این پشت من چه ویویی داره، ببینید خیلی خفنه. اینجا پارک صدف بوشهر بچه‌ها و همونجور که میبینید
آقا اینجا پارکیه که بغلش دریاست و یه پیست خیلی خوب واسه دویدن داره. اینجا یه زمین فوتبال داره و بغلش یه پیستی داره که آسفالت ها شما میتونید توش بغل دریا که کلا میتونید بدوید چون همش مثل پیسته، ولی خب بالاخره اینجا یه کم متفاوت تره. اینو بریم بدویم، یه 4-5 دور دویدن داریم، بعدش هم حرکت کششی و سر آفتاب خیلی خوشگل طولو کرد. اینو که رفتیم بعدش هم بریم حرکت کششی و شنا و داستان. فعلا بریم. بریم بدویم؟ نمیای؟ من یه رو تقریبا دویدم، خیلی گرمه ولی تا اونجا که تونستم دویدم. خیلی هم عادت به هوازی ندارم، بیشتر حرکت کالیستنیکس و اینا رو کار میکنم، ولی دیگه امروز تصمیم گرفتم بیام بودم. شرجیه به شدت فشار میاره و نفست میگیره. چقدر سخته توی این هوا ورزش کردن، ولی باید ورزش کرد دیگه. اگه ازش غافل بشی یهو میداره میره رو وزنت، بدن داره ضعیف میشه و چون طی روندی میره اگه بهش نرسی یهو میای به خود میبینی که اوف چه خبره. پس یه هوایی بگیرم، یه نفسی بخوریم و بریم واسه حرکات شنا و کششی. نفسی بگیریم خودمون رو بنازیم داخل. برو بریم.
شبابی بچه جاتون خالی واقعا. سر این ورزه دودونم. خب مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودین. دایرم بهتون نشون دادم. امروز اصلا چندم بود؟ امروز 24م فکر کنم 24م 25م. خب اینم از دریا. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین و امیدوارم روز خوبی داشته باشین. امروز 25 تیر 404 و این اولین ویدیو یوتیوب منه. بچه‌ها کلی مراقب خودتون باشین، کلی ویدیو خفن قراره براتون بذارم و همین دیگه. شاد و پیروز باشید. فعلا خداحافظ. بچه‌ها من چیز جالب فهمیدم آب نیاوردم و حسابی تشنمه. یه چیز جالب‌تر اینه که کارت بانکیم هم نیاوردم. پس باید حداقل تا 1 ساعت دیگه قید آب خوردن رو بزنم و هوا خیلی گرمه. بذار ببینم اینجا آب نداریم. صندوق رو بگردم ببینم چه خبره. آی بچه یه بطری هست ولی خیلی میخوره آب رادیاتور چیزی باشه. تا آب رادیاتور سبزه یعنی میخوره که برای قمقمه ماشین با هم استفاده میکنه. بخوریم دیگه کارش نمیشه. بچه‌ها سلامتی.